بیوروی ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا در گزارش خود نوشته است که قسم زیاد قرض‌هایی که چین به کشورهای دیگر می‌دهد پنهانی بوده. بیشتر این کشورها خودشان نمی‌دانند که چقدر از چین قرض دارند. این بیورو که مستقر در کمبریج ایالت ماساچوستس است، تحقیقات خود را به شکل گزارش تحت عنوان قرضدهی چین به کشورهای خارج نشر کرده است و مؤلفان آن سباستیان هارن از دانشگاه میونخن، کارمن رینخارد از مکتب گاروارد کندی و کریستوف تریبش از دانشگاه اقتصادی جهانی کیل می باشند. این محققان اقتصادی میگویند تقریبا نیم قرض‌هایی که چین به کشورهای دیگر میدهد پنهانی است و جامعه از آنها آگاهی ندارد. تاجیکستان با سرعت وابستگی‌هایش از چین را بیشتر میکند. حالا بیش از نیم قرض خارجی کشور متعلق به اژدهای سرخ یعنی چین است و 75% سرمایه‌های مستقیم خارجی در 2 سال آخر نیز از این کشور وارد شده اند. منابع زیرزمینی تاجیکستان نیز هرچی بیشتر در اختیار همسایه کشوری ابرقدرت قرار میگیرند. کارکرد کانهای 2 گرانبهاترین متل طلا و نقره در تاجیکستان مونوپولی چین شده اند. در حالی که تاجیکستان موقعش را در تمام رده‌بندی‌های سرمایه‌گذاری، مالیوی، اقتصادی، بیزنس و غیره با سرعت از دست می‌دهد و شمار کشورها و شرکت‌های علاقمند به سرمایه‌گذاری در تاجیکستان تا رفت کمتر می‌شوند، کشور تصمیم گرفته است در 3 سال آینده بیش از 1 میلیارد دلار دیگر قرض گیرد و در آرزوی جلب سرمایه بزرگ خارجی است. با گمان غالب قسمت بزرگی بیش از 1 میلیارد هم که تاجیکستان در 3 سال آینده گرفتن است، این از چین خواهد بود. حالا قرض تاجیکستان نزد چین از مرز 1.5 میلیارد دلار تجاوز کرده است. این هم در حالی است که طبق تحقیقات تقریبا نیم قرض‌هایی که چین به کشورهای دیگر می‌دهد، چنانه که در بالا اشارهش رفت، پنهانی بوده، جامعه از آنها آگاهی ندارد. مؤلفان تحقیقات میگویند برخی از کشورها حتی نمیدانند چقدر از کشور چین قرض دارند. با این دلیل امکان دارد قرض تاجیکستان از چین نه 1.5 میلیارد دلار بلکه بیش از 3 میلیارد دلار باشد. حجت‌های صادرات سرمایه از چین حداقل ناشفاف هستند. چین درباره قرض‌های دولتی هیچ اطلاعی نمی‌دهد و هیچ سند استاندارد تانیده شده معلومات درباره حجم قرض‌هایی که چین به خارج داده است وجود ندارد. معلومات درباره قرض‌های به خارج داده چین به هیچ مشکلی از نظرها پنهان می‌مانند. در نتیجه خود کشورهای قرضدار معلوماتی پرراه درباره این که چقدر و با کدام شرط‌ها از چین قرض گرفتند نمی‌دانند. اینجا لطفاً تماشابینان عزیز به یک مسئله مهم دقت دهید. تقریباً همه قرض‌های چین را بانک‌های می‌دهند که از طرف دولت کنترل می‌شوند. برای مثال وقتی اکسیم بانک چین پروژه در تاجیکستان مثلا ساختمان راه را مبلغ گذاری می‌کند، آن مبلغ را مستقیم به پودرچی چینی که به ساختمان راه مشغول است می‌دهد، به تاجیکستان نمی‌دهد. انتقال پول به خارج صورت نمی‌گیرد، چون فرمایشگر و هم اجراچی خود چین است. در این حال بانک حساب‌های بین المللی چیزی را به قید نمی‌گیرد. با این حال به کشور قرض گیرنده که نمی‌داند چقدر قرضدار است به نقشه‌گیری خدمت رسانی قرض‌ها مشکل است. پیشبینی عاقبت قرض‌ها از آن پیچیده‌تر می‌شود که چین اساساً با نرخ تجاری بیش از 50% قرض‌ها در سال‌های 2000 2017 و با دلار 85% قرض‌ها قرض می‌دهد. کشورهایی که پول ملیشان با سرعت بی‌قرب می‌شود، از جمله کشورهای فقیر آسیای میانه، در برگردانیدن قرض دلاری با مشکلات بزرگ مواجه می‌شوند. در این مدت سامانه تاجیکی 76% و سام قرغیزی 32% قیمت خود را از دست دادند. مؤلفان گزارش میگویند که برای سرمایه گذاران دیگر این نااطمینانی باید بانگ خطر باشد. این قرض‌های پنهانی خارجی
تحلیل ریسک های کشوری و حسابگیری فایزهای قرض را مشکل می کند. بیوروی ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا تاکید می کند که چین این قرضهای بزرگ را نه به خاطر گرفتن فایده مولوی از آنها می دهد، بلکه منافع آن به معدنها و تأثیر ژئوپلیتیکی نگرانده شده است. در این باره سازشنامه‌های ناشفاف برای گاز با ترکمنستان و در اختیار چین قرار گرفتن کانهای طلا و نقره در تاجیکستان شهادت می‌دهند. از اینجا دانسته می شود که چرا به چین کانهای زیاد کشور بدون افشا ساختن شرطهای آن داده می شود.